موضوع امروزه ما مضمونی که نون سمرقندی بوتارتی که میگوشد ما ایده را حالتی بوتارتی که در موضوع گذاشتم معمول داده بودیم. درس امروزه ما در اصل نقشه زیرین زمانه میشود. تعریف توصیفی نون سمرقند و هم در بین هم صحبتان ترکیب کسب هنر در حکایت وصف کسب هنر در روایت کلاسیکی و معاصر طوری و نام نعمت بهترین و زحمت نونوایی. یکی از هم صحبتان از سمرقند نام دارد به یکی از دیههای دستی ازبکستان و در بین آنها محاکمه نان سمرقند آغاز می‌یابد که نان سمرقند مشهور جهان گشته حتی در بابورنامه نیز به وجود آن معلومات داده شده است. نان سمرقند با هنر بالای سمرقندیان ترک کرده می‌شود و سمرقندیان با این نان خود امروز نیز موقع بزرگ را صاحب هستند. و همصحبتان زحمتی نان سمرقند را در بین خودشان محاکمه میکنند و سیر آن را نیز همصحبتان بیان میکنند که سیر آن را دیگر باشندگان ریسپوبلیک ازبکستان نمیدانند تا معلوم میدهد. خلاص یعنی به این واسطه نویسنده زحمت بزرگی نانپزهای سمرقند باستانی را ترغیب و توصیف کرده است که به این واسطه ما شما خوانندگان را به نان سمرقند و زحمت کسب نانوایی و به این واسطه ترغیب می‌نماید که هر یک انسان هر یک باشنده باید صاحب کسب و هنر باشد. هنوز در روایت کلاسیکی تاجیک سعیدای نصفی کسب نانوایی را خیلی بالا دانسته در اثر خود عاید این کسب موقع بزرگ داشتن آن را بیان کرده با تشبیه‌های دانه‌دار آن را وصف کرده است. اینچنین در روایت معاصر تاجیک نیز شاعر میرزا خسروزاده در حق نان شعر دارد که آن را سراینده کارمند خلق تاجیک جورابک نادر می‌سراید و با آن شما معلومات دارید. اینچنین قدر نان در دوره جنگ بزرگ وطنی نهایت بزرگ بود چون که آدمان نهایت اذیت کشیده بودند. اینچنین در معاصره معاصره استالینگراد نیز مردم با 150 گرم نان یک شبانه روز گذرانده بود که در امروزه نیز قدر نان از همه بهترین نعمت است و آن را باید ما قدر کنیم. انا اکنون میگویم بچه‌های عزیز با حیات امروزه ما که در امروزها مردم ما نیز به همین نعمت در روزهای گذشته کمتر بی‌اعتباری کردند. امروزها نیز به همین رو برای شده ایستاده‌ایم که روز بنده نیز هنگام دسترس کردن یک خلطان آرد در مرکز ناحیه در تلاش مردم نیز اشتراک داشتند و یک مرد نورانی از دور عصا در دست با را نظارت میکرد و شاید او میگفت که ما آن روزهای سخت را که دیدیم شما ندیده اید و شاید او در حیرت بود که امروز چرا مردم سرزمین اینقدر با واهمه افتیده باشد. لیکن یک چیز را در من در آخر تاکید کردم که هر یک انسان باید شکری بیاید در درگاه خداوند کند. اینچنین این سود کوچک ما در نظر حکومت ازبکستان است. هیچگاه ما از نظر حکومت دور نمیمانیم و همه چیز برای ما دست می شود. بیهوده نگفتند که ناامید نباید شدن از گردش ایام هر شب که آید زی پسش سحری است. و دقیقتان رحمت خوانندگان عزیز مضمون این کار را باز از کتاب خود را ایفاقنام میخونید و باز به مضمون حکایت پرتر خبردار بشوید و غذای معنوی بگیرید
و در هر لحظه در کجای نباشد نان را نعمت بهترین، زیبشی دسترخوان، دانستن شما را تاکید میکنم و خواهان میکنم که خانواده را بول باشد و دائما قدر نان، قدر کسب و هنر را هیچگاه فراموش نخواهیم کرد که با همین یک حکایه کردی نویسنده ما مضمون بسیاری را صاحب شده و قدر نان، قدر کسب و هنر را در زندگی فهمیده گرفتیم. وظیفت رحمت باز بسیارتر کتاب مطالعه کنید. سلام باشید.